با سلام به یکایک شما بینندگان بینیت گرامی. ساعت به وقتی پراگنده هست و فرصت است که من سرخطی خبرهای تازه روز رو برای شما تقدیم میکنم و سپاس میگم که ما رو پیوسته تماشا میکنید و خبرهای تازه رو از ما میشنوید و فراموش نکنید که 30 ساعت پس برنامه خبری داریم با گزارش‌های تاجیکستان و جهان و در این برنامه شما رو منتظر خواهیم بود. حکومت تاجیکستان برای خریدن واکسن ضد بیماری کووید 19 با روسیه مذاکره دارد. روسیه روز 11 آگوست اعلام کرده بود که واکسن به ضد کووید 19 را رسما ثبت کرده است، ولی یک عده پژوهشگران به کارآمد بودن آن شک میکنند. یک مقام بلندپایه وزارت تندرستی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان معلوم نیست که روسیه چه مقدار واکسن را میتواند به تاجیکستان بدهد. همچنین مسئله رایگان و یا پولکی بودن واکسن و نرخ آن هنوز روشن نیست. با قبل این مقام وزارت تندرستی در صورت دسترس شدن واکسن در نوبت اول کارمندانی که با شمار زیادی آدمان سر و کار میگیرند، از جمله مرزبانان که در گذرگاه‌های مرزی قرار دارند و قشر و سیب‌پذیر از کووید 19، بیماران قند و مریضان راه‌های نفس اعم کرده خواهند شد. حالا مسئولان شماره نفرانی که در نوبت اول باید اعم بگیرند حساب دارند، چون در صورت رضایت روسیه تاجیکستان مقدار معین واکسن ها را از روسیه درخواست خواهد کرد. طول چند روز اخیر کاربران زیادی آزادی از ما درباره راه‌اندازی پرواز چارتری به ترکیه میپرسند. یک منبع از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت تا آخر همین ماه از دوشنبه به استانبول و برعکس یگان پرواز غیر نقشه‌ای در مد نظر نیست. به قول منبع تصمیم را درباره معین کردن نقشه پروازهای چارتری به این یا آن دولت ستاد جمهوری مبارزه با کووید 19 هر 15 روز میگیرد. بعد منع شدن پروازهای بین از ماه مارس امسال مقامات توجیک برای آوردن شهروندان بندمانده کشور در ترکیه تا امروز 3 پرواز چارتری را از استانبول به دوشنبه تشکیل کردند. نزدیک 600 نفر را به وطن برگرداندند. آخرین پرواز چارتری طریق این خط سر 11 آگوست عملی شده بود. و بینندگان عزیز، اگر در این روزها یگان پروازهای غیر نقشه‌ای صورت بگیرد، ما حتما برای شما در این باره خبر میدیم. پلیس در قزاقستان یک مادر و پسر را برای دزدی 9 ماشین شهروندان تاجیکستان بازداشت نموده است. این 2 نفر در توقفگاه مرز قزاقستان کار میکردند. مصدر همینجا زادگان تاجیکستان بنابر بسته بودن مرزها ماشین خود را مانده بودند. وقتی صاحبان ماشین ها برمیگردند نقلیات خود را پیدا نمیکنند. پلیس ولایت ترکستان میگوید مادر و پسر 6 ماشین را در شمکند فروخته، 3 تای دیگرش را به قسم‌های احتیاطی جدا کرده در سریاغاش سودا کردند. چند ماشین دیگر رو پلیس پیدا نموده به صاحبانش برگردانده است. در نسبت مادر و پسر برای تصرف مال و ملک غیر پرونده جنایتی آغاز شده است. در حالی که حکومت افغانستان با طالبان مذاکرات صلح را پیش میبرد، روز یکشنبه چند سرباز افغان در نتیجه یک حمله به هلاکت رسیدند. منصبداران امنیتی ولایت تخار میگویند در نتیجه حمله طالبان 9 سرباز کشته شد. حمله در دهه نوآباد ناحیه دشت قلعه به وقوع پیوسته است. 12 سپتامبر در قطر مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان شروع شد. حالا صرف نظر از حمله ها، جانب ها آتش بس، حقوق زنان و اقلیت ها و همچنین خلع سلاح نمودن 10,000 طالب و سلاح به دستان صادق به جنگ سالاران را بررسی میکنند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره 2 صدمه مرگبار در راه‌های کشور خبر می‌دهد. به اطلاع این نهاد شب 20 سپتامبر در موضع دهه پایمزار ناحیه ونج ماشین ستارکس که از جانب ساکن 30 ساله همین دهه اداره می‌شد دچار صدمه گردید. راننده از عهده اداره ماشین نبرآمده است. در صدمه قربان شریفی 17 ساله ساکن دهه ریجواز در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین یک صدمه فاجعه‌بار دیگر در قلمرو ناحیه عینی ولایت سوخت ثبت شده است. 21 سپتامبر در شهرهای دوشنبه، خوجند، چناق راننده ماشین مرسدس بنز که به شهروند ایوب خوجه هاشیموف 24 ساله ساکن ناحیه باباجان غفورов تعلق داشت، هنگام حرکت به سمت دوشنبه از عهده اداره نقلات نبرآمده به کناری رو برمیخورد و به جری 150 متر سر و زیر میشود. در نتیجه راننده و مسافر ماشین در جای حادثه هلاک میگردند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده با نشر این خبرها بار دیگر رانندگان تاجیک را به احتیاطکاری دعوت کرده است.
зебунисо қутбидинова ҳамсари шоири маъруфи тоҷик марҳум лоиқ шералӣ шаби гузашта дар синни 77-солагӣ дар шаҳри Душанбе даргузашт. Ба гуфтаи наздиконаш чанд вақти ахир ӯ аз фишорбаландӣ ранҷ мебурд. Комрон Ҳамроев домоди ин хонавода ба радиои Озодӣ гуфт ки тибқи васияти худи Зебунисо Қутбидинова ӯро барои хокуспорӣ ба зодгоҳаш Панҷакент интиқол доданд. Қарор аст маросими ҷанозаи ӯ имрӯз баргузор шавад. Зебунисо Қутбидинова муаллимаи забон ва адабиёт буд ва дар солҳо дар мактабҳои пойтахт ба шогирдон аз ин фан дарс мегуфт. Аз Зебунисо Қутбидинова ва Лоиқ Шералӣ 5 фарзанд ба мерос мондааст. Шавҳари Зебунисо Қутбидинова шоири маъруфи тоҷик устод Лоиқ Шералӣ соли 2000 дар шаҳри Душанбе даргузашт ва ӯ дар оромгоҳи Лучоб ба хок супорида шудааст. бинандагони азиз, ин чанд хабари тозае буд ки дар ин соат дастраси мо шуд. бо хабарҳои бештар аз ин шуморо дар барномаи хабари 3 соат пас мунтазирем. бо мо бимонед ва то мулоқоти навбатӣ худро эҳтиёт кунед.